سلام، به آشپزخونه خودتون خوش اومدین. 3 عدد سیب زمینی رو میپزیم، خوب رنده میکنین. بعد با ژامبونم رنده میکنیم با جعفری خرد شده. بعد بهش پنیر پیتزا اضافه میکنیم و نمک و فلفل. بعد نون لواش رو پهن میکنیم. لای نون لواش قشنگ همه جا میمالونیم. بعد لول میکنیم. بعد از اینکه لول کردیم با چاقو وسط همشون رو برش میدیم. برای درست کردن سسش 2 عدد تخم مرغ، 2 قاشق ماست، 2 قاشق آرد، بیکینگ پودر نصف قاشق و پاپریکا و نمک و زردچوبه و فلفل. و 1 قاشق پنیر پیتزا خوب با هم میزنیم. روغن رو میذاریم داغ بشه. لقمایی که برش زدیم و آغشته میکنیم به سس قشنگ همه جا در بر بگیره. بعد تو تابه سرخ میکنیم. وقتی یه طرفش سرخ شد برمیگردونیم. اینم از لقمه پیتزایی خوشمزه‌مون. لایک و سابسکرایب یادتون نره.